بیشتر مرا مادر جان، باز برادرم رو خوب دیدی؟ همش به آسانی فراموش نمی شود دخترم. گریه نکنین مادر جان، گریه نکنین. در این صبح صادق بخیر باشد انشاءالله. من میبینم. مادرت کجاست؟ زلال! زلال! مادر جان! زلال! مادر جان! حقدارها آمدن! دینا بگو وقت شما تمام شد. پول تیار است. نیست حامد، تیار نیست. اما اگر وقت دهید تا بگاه یافته میدیم. تا بگاه صبر کنید. بگو؟ کدام بگو؟ گوش کن زلال، 2 ساعت وقت میدهم. پول را نآوردی دختر را میبریم. خوب فکر کن، از روی آیین حق به جانب من است. ظالمی نکن حمید، کمی انتظار شو. من رسم آیین را میدانم، مگر یکم بار قرضم را دیر دادم، همیشه در وقتش میدادم. حالا باشد مشکلی دارم، دستم تنگ است. با تو 2 ساعت وقت خانم، برای ما هیچ فرقی ندارد. یا پول را میاری یا دختر را میبریم.
خداوندا به ما مدد رسان. اکنون چی کار میکنی؟ یگان چاره‌اش را میابیم دخترم. گریه نکن برفی، خود بزرگ است. البته یگان مدد میرسانم. راو از اینجا. یولبرز ایستا. راو بستون یولبرز. راو از اینجا. راو یولبرز بس کن. ایستا. راو از اینجا. یولبرز. یولبرز. حالت خوب است؟ خوبم. بیا دستت را به من ده. بیا. قلب که میگذید. سگی تو بود. یگان جدلت نخور. نه. از کجا آمدی؟ و کجا میروی؟ از استانبول میایم. بعد حیو به کلان میروم. آن ده در کجاست؟ انا آن کوه را میبینی؟ بله. انا در پس همان کوه. بیا کمی استراحت کن. بیا بزر. گیر دست رویت را شوی. گیر. تشکر، سلامت باشه. یک لحظه ایست. تا خشک شدن لباس هایت انا اینها را پوش. یا با خودت گیر آخیر. تشکری زیاد. سلامت باش. مرحمت مولهای خوب آوردین. بیایید مرحمت مولهای ارزان. یک بار بینیم یک بار بینیم. چند بار با شما گویم رو شوید. جمیله زیبا. بخیره این خیلی سراسیمه با کجا شد دارید؟ ببخشید شما رو ندیدم. شخص دیدگی فکر میکند که فوتیه شده همین خیلی بدو؟ با خدا چیزی هست اما نفهمیده. نه چی میشد؟ خروی هر وقت رفتنم بازی. ببخشید کار دارم. کار داشته. باز چی کار میشد؟ گویا با نزی دکتر رفتارش رو نفهمیدیم. جمیله، مادر جان چند روز است که تو را ندیدم. جمیله آمده نتوانستم. از من نرنجید. به کجا می روی؟ وای فروشنده آمده بود. او رو دیدم. برفین چه حال دارد؟ حالش بد است دخترم. های قزبان چی شد؟ با کجا می روی؟ به نزد دکتر پدر. اوه میبینم که زود به نزد دکتر می روی. بخیر است؟ شکمم درد نکند پدر. چی کار کنم؟ خوب رو اما زود گشته بیا. خوب شده است پدر. آی دکتر میبینم که صحت شدی. این ها برای شما. بابا جان انا همون خوله باز آمدن. شما رو در درون انتظار هستم. حاضر ببینم. بخیر است؟ زلال؟ نپرسید بابا ابراهیم. حقدارها آمدن. یا پول یا دختر میگویم. با من یگان راه نشان دهید. من یک زنی تنهایم. در 2 ساعت اینقدر پول را از کجا مییابم؟ کی به من پول میدهد؟ ناامید نشو دخترم زلال. یگان علاجش را میابیم. خدا بزرگ است. البته مدد میفرستد. بیا جمیله.
دکتر همینجاست. دیلا چی شد؟ باز سر درد میکند؟ جمیله پریشان مینمایی. یکم واقعه روی دو. آقای دکتر بیمار اومد. درآید. چی شد؟ چرا به اینجا اومدی؟ وای من آیا با تو نگفته بودم که یک مدت به اینجا نبیا؟ همه میفهمن. تو از من چی میخواهی جمیله؟ من تنها چند روز است که از تو خبری نیست. شکمم روز کلان شده ایستاده است. خانواده همون میفهمن. گفته در هراسم. یگان کار کن. این یک دعوای ناموس است. پدرم هم تو رو با هم مرا جمیله من با تو قول میدیم که تو رو نجات خواهم داد. اما حاضر رو یک مدت به اینجا نبیا. چه خیل نجات میدهی؟ کای نجات میدهی آزم؟ جمیله اوف. من تنها با یک راه نجات مییابم. بیا پدرم مرا خودگاری کن. خانه دار شویم. خانه دار؟ مگر من این رو نمیخواهم. اول باید از این کودک خلاص شویم. انا بعد خانه دار میشویم. یگانه راهی خلاصی همین است. چی خیل خلاص میشویم؟ یک دوستی همکسبم است. با او زنگ زدم. امروز یا فردا می آید. کودک رو می افتاند. آخرین گناه است. حالا وقتی گناه ثواب نیست جمیله. من میترسم. نترس. وی بسیار دختری خوب است. مرحمت گیر، شرم ندار. تشکر زیاد. ببخش تو رو زحمت دادم. چی زحمت؟ کوه کلان کردم که زحمت شد. گیر خور گیر. کنی گیر. این خیل نه. یک دمیست. انا بین. انا این خیل. گیر. انا اکنون خور. با مزد. تشکر دوستم. بگو که در دهه آبی کلان چی بکوبی؟ یک دوستی دکتر دارم. به نزدیک میروم. اپا اگر پس با من یک تو میدید؟ نه نده دخترم. بگو خوراک نمیخوره. اوه بابا ابراهیم آمدن. خوش آمدید بابا. مادر بابا ابراهیم آمدن. شیرین نکاری بابا ابراهیم آمدن. خسته نباشید خانم ها. خوش آمدید. صفا آوردید بابا ابراهیم. مرحمت. کنی گذارید. خوش آمدید. زود یک چای بیارید. خوش آمدید. خوش آمدید. کنی حامد برادر، از تو یک خواهش دارم. مرحمت. چرا نه بابا ابراهیم؟ خواهش شما را با دیده میبرداریم. استغفرالله. خواهش من همین که مهلت به زلال دادت را دراز کن. التماس. در همین مسئله هم گفته شما را کردیم.
دوای خون را به خونبها گرداندیم، با چشم گفتیم، اما زیلال خونبها را نمیدهد. از روی رسم آیین اگر پول نباشد حق دختر را گرفتن داریم. اینها داروهای خانم جمیله است. شفای کامل. جمیله تو هیچ صحت نشدی. کمی شمال خوردم. در همین گرمی؟ عجایب. تو هم از آمدن و رفتن دکتر شدی قیزبون. سلامت باش دیلا. خدا شفا دهد. به تو هم روزی خوش. این دختر یگان خیلی بیمور نیست. تنها برای دیدن این دکتر اومده است. گمانی بد نبر قیزبون. تو چرا میدونی؟ کجا شدی طاهیر؟ کجا؟ سلام آقای دکتر. باز شکمتان در میکند خانم قیزبان؟ بله بسیار سخت درد میکند. این خیلی باشد معاینه میکنیم. 2 ساعت گذشت. حاضر می آیم. برای بردن من آمدن. ایسا دخترم، آنها نمیده رویم. تو اینجا انتظار شو. کیست؟ منم مادر جان. بیا دخترم، بیا. خیلی ترساندی جمیله. نترس برفین. جمیله احتیاط شو. مادرم شپا کرده ایستادن. جمیله تو باید اینجا می آمدی؟ سرم درد میکند. من از دکتر رفته بودم. چی شد؟ گریه کرده ای؟ چشمانت ورم کرده است. تو چی دردی داری و به من نمیگویی؟ نه مادر جان، چه خیلی درد. من برای برفین زیخ شدم. آخر آن آدم 2 زن دارد، کودک دارد. باز حیات برفین رو می سیزاند. میمیرم و به خونه رافین نمیروم. بسم الله. بفرما خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشه رافع. با من گوش کن. اگر بعد از 2 روز پول را ندادم برفین را گیرید. ما راضیم، خوب شده است. خب در امان خدا باشی. خب در امان خدا بابا ابراهیم. خدایا توبه. او چی گفت؟ بابا ابراهیم خواهش کردند. من باز 2 روز مهلت دادم. سبب؟ سخنی بابا را رد کردن نتوانستم. نتوانستی؟ کار و بار را پرتافت گپ گوش میکنید. کنی گم شوید از اینجا. گم شوید. فقط مهلت رو دراز کرده توانستم. همگی دور دخترم زیلال. باید در حال پول یابی. اول از گردوعت رو چقدر که نتوانی جمع کن. من هم کوشش میکنم دخترم. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. خیر. من به نزد خریدار شیر میروم. میلش مادر جان. جمیله رفتیم. چی این طور نگاه میکنی؟ گریه کردی؟
برای تو گریه کردم. دروغ نگوی. مگر من خواهرت نیستم؟ از من پنهان نکن. یا با دکتر گپ‌هایتان گریز. من حامله دارم. چی؟ تو چی ها میگویی جمیله؟ تو میفهمی چی کار کردی؟ تو همه رو شرمنده کردی. تو فکری آیله، فکری پدر و برادرت رو نکردی. خودت رو شرمنده و اونها رو بی آبرو کردی. این خیلی نگوی. چی گویم؟ بسیار کاری خوب کردی گویم. تو رو خواهرم میدانستم. البته خواهرت هستم. اما این مسئله ناموس است. از روی عرف و عادت عاقبتش مرگ است. شما رو غیر خانه دار شوی دیگر چاره نیست جمیله. در حال اومده تو رو خواستگاری کنه. خانه دار می شود. اما اول از کودک خلاص شوی می گوید. از کودک چه خیلی خلاص می شده ای؟ با فکرم همینجا خیر خوش میکنیم. دهه ما در این طرف است. بخیر من باید به سمت ها همون کوه روم. همین طور نه؟ به فکر من تا آن کوه نرسیده هوا تاریک می شود. شبانه در کوه گشتن خطرناک است. بهتر است شب را در دهه ما گذران. سحر بر وقت به راه میبرای. چی گفتی؟ خب مایلشیم شب میمانی شما میشود. بسیار خوب. آدمی با عقل هستی. چل جمیله، مطمئن هستی که کمکت میکنه؟ باوری داری که فریبت نمیدهد؟ باوری دارم. اوزم به گپش نیستد. او انسانی خوب است. کارش همی خیر باشد جمیله. انشالله. کفایه دخترم. خواهش ها بسیار است رئیس. شب می آیند. اگر خواستهایشون را گیرند کارهای تو هم حل می شود دکتر. در این روی خط بسیار داروهای قیمت است رئیس. خدا من اون طرفش را نمیدونم. آنها از این پیش هم خرجدار بودند. چند هفته باز انتظارم. امشب همش را میگیری. تو داروها را بیار. آنها باید حساب را برابر کنند رئیس. تو حتما بیار. اگر نیاری خودت میدانی با تو چیکار میکنن. خودت را در بلا نمان دکتر. فهمیدی؟ این بگاه هم وقت در جای هر دفعه اینه. دکتر اوه خوش آمدید بابا ابراهیم. مرحمت برای نشستن نامدم رئیس. زلال برای برگرداندن خونبه ها پول ندارد. از نام او قرض میخواهم. جانم فدای شما و شما نگفتن نمیتوانم، لیکن باور کنید من هم تنگ دستم. به خدا این همه از من نیست. امانت مانده رفتند.
مرحمت. همه حسابمان تمام شد زلال خانم. تشکر یشر. میدونی مشکلی دارم، قرض میخواهم. با شیر حسابی میکنم. هفته آینده میدهم. هفته آینده دیر میشود. تو از من نرنج. مجبور نمیشدم هیچگاه نمیتونم. بابا ابراهیم اصلا شما از من نرنجید. یک سال شد که پول از شما گرفتم رو برگرداندن نمیتوانم. حالا تنها نصفش رو داده میتوانم. خدا از شما راضی باشد. در امان خدا باشید. در امان خدا. خوش باشید. خدایا من چی کار کنم؟ اپا احمد اینجا بیاید اپا. چی شد احمد؟ اونجا نیستید. چرا؟ اونجا بسیار بلند است. اگر افتید نمیرم. من که مردم تو زخم میشوی گریه میکنی؟ ها البته زخم میشوم، گریه میکنم. دو درک شیرینم. چی شد؟ چرا آمدی؟ پدرم شما را پرسیدم. چرا؟ چی میخواهند؟ به خدا نمیدونم. زود یافته بیار گفتم. چیکار کردی دخترم زلال؟ فقط پول شیر را گرفتم و خلاص. من هم همین قدر پیدا کردم. ها همین خیل گفتند. اپام را آوردم پدر. لبای پدر. نزدیکتر بیا. فردا به خواستگاری تو میآیند جمیله. ما خوشبختی تو را میخواهیم دخترم. برای به این روزها رسیدن شکر کردن لازم. شکر این روز به هر کس میسر نمی شود. همش همین است؟ بله همین. این پول برای دادن قرض نمیرسد. چی کار میکنی؟ 2 روز مهلت داریم دخترم. در این 2 روز از کجا میابیم؟ باز به نزد دکتر میروند. مادر جان این آخرین گاومون است. چخیل میفروشیم. اما چاره دیگر نداریم دخترم. گاو رو فروختیم. قرض این ماه رو دادیم. قرض ماه آینده رو چخیل میدهیم. اول قرض این ماه رو دهیم بعد میبینیم دخترم. خدا بزرگ است مدد میرساند.
کوثر. جمیله در این ساعت اینجا چیکار میکنی؟ محو شدیم اوزن. وطنوندا را باز یگان کس نبیند. فردا شب به خواستگاری من می آیم. پدرم مرا می دهند. گپ زن چیکار کنیم؟ حامله دار بودنم آشکار می شود. پدری کودکم تو هستی. پدرم هر دومون رو می کشند اوزن. عاقبت هر دومون مرگ است اوزن. یگانه راه نجاتمون گریختن. بیا از این دیه می گریزیم اوزن. تو حق هستی جمیله، می گریزیم. خودی حاضر. هوا که تاریک شد در نزدیک دره سفید مرا انتظار شد. هوا تاریک نشده در اونجا می شوم. سلام علیکم. علیکم سلام. بیا گذر بیا. خوش آمدید. خوش باشید. خوش باشید. خوش آمده. خوش آمدید. یگان کمبودی نیست محمد؟ نیست آقای زینال. مهمانمان که هستند از کجای؟ تکی طاهر دکتر هستند. دکتر هسته؟ خیلی خوب. آفرین. از کجا می آید و با کجا می رود؟ به دهه آبی کلان می رود. به دهه آبی کلان می روی؟ آنجا خیلی دور است. بله. و مهمان ما یک چای بیاره. زمان نکش. این کس خیلی خسته شدند. اجازه دهید ما را نه ممکن نیست. آقای طاهر این بیگاه مهمان من می شود. محمد راو بیانگرد خبر ده که این بیگاه دسترخوان خوب تیار کند. راو داو در حقیقت مال خوب است بابای ابراهیم، اما عین زمان امکانی خریدن آن را نداریم. ما را ببخشید. سلامت باشید. شما را زحمت دادم. استغفرالله بابا. کارهای من هوسی بیکار. در این دهه کی پول دارد که گاوی مرا خرد؟ در حال ناامید نشو دخترم زلال. یگان خریدار میابیم. بیا جمیله. من نمیخواهم. چرا اپا جان؟ گرسنه نیستم احمد جان. اشتهای تام. جمیله شمایت پدر. در این تاریکی به کجا می روی؟ مادرم زیلا کمی ناتا بودند. به عیادتشان می روم. خب زود برگرد. خوب شد است پدر. آیا یگان مشکلی داری پسرم؟ بخیر است؟ نه خوبم. فقط کمی حیران ماندم آقای زینال. شما رو زحمت دادم. تشکر زیاد. این همه لازم نبود. خدایا توبه. ما کاری نکرده ایم پسرم ها؟ آیا مهمان همین خیل فکر میکنن؟
انا محمد هم آمد. بیا محمد، بیار بیار. مرحمت اکا. تشکر زود. تو چی کار کردی پسرم؟ خطا کردم. پیاله را به زمین گذاشتی؟ ها گذاشتم بچه. اکنون تو محمد چوپان رو خانه‌دار میکنی؟ بله. بله باید خانه‌دار کنی. یا اینکه پیاله را از طلا پر میکنی؟ طلا چل؟ پیاله را تمام نکرده به زمین گذاشتی. اکنون این بچه را خانه‌دار میکنی یا اینکه پیاله را از طلا پر میکنی؟ فهمیدی؟ نترس دکتر، نترس. این در جایهای ما عادت است. همه یک جای محمد را خانه‌دار میکنیم. این هم یک بهانه. محمد رو؟ محمد خانه‌دار میشود؟ او حالا خیلی جوان است. کودک است تو. آها، چه کودک؟ نوست خم نبرآمده است. نگاه کن، یک مرد بوزبله شده است. همسالانش الکی صاحب چند فرزند. یا اینکه تو هم بیزن هستی؟ بله. ای بیامان، راست میگویی؟ پس بیا تو را هم خانه‌دار میکنیم. یا بین خودمان، اما وقتی تو کمی گذشته است. فردا صبح دم به نزد یشر رو. آیا گاو را میخرد؟ سلامی مرا رسان. حقش رو داده گاوت رو میخرد. خدا از شما راضی باشد بابا ابراهیم. از هم امان دخترم زلال. شبی خوش. و شما هم در بابا امان ابراهیم. خدا. آزم آزم آنها با تو حسابی کردن دکتر. حساب برابر شد. شد حساب نکن. این قرض پیشینه است؟ بله بله پیشینه و باز حکیم شبه. برای همین از این دیگه هیچ رفتن نمیتوانست. وقتش همین دیگاه بوده است دکتر. تا یک جای آبادی من هم با شما میروم. السلام علیکم. در خانه زید شد. یک بچه به خانه رفته چای نوشد. صحبت کنم. نفهمیدم. چرا خیستن؟ خودش چی گفت؟ بدر
تو سببش را بهترش از دخترت جمیله پرس. چرا از دخترم پرسم رئیس؟ اوزم جمیله جمیله او جمیله جمیله دختر کجاست؟ نمیدونم. جمیله 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 نه آرمانده است نه ناموس. ای کاری جمیله کرده رو بینیده ها؟ آیا از جمیله چشم دار بودی؟ میدونی قزبان با دکتر گپ زدنش رو شنیده، پدرش رو در تلفن شرمنده کرده. نه جمیله این کار رو نمیکنه. شام بخیر پدر. این چی کاره بود کردی؟ گبزان میگویم گبزان بشکرو میگویم بشکرو. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. جمیله کجاست؟ در خونه. ایستا جمیله این خیلی دختر نیست، شاید تهمت باشد. معلوم است که فریب خورده است. او را عذاب ندید، بس کن، او را نزن. بلا زند ما را شرمنده و رسوا کرد. شخیل با چشم مردم نگاه میکنیم. مردم چی میگوید؟ ناکس. همون آزنی سگ را زندان نمیگذارم. چی شد؟ آسگی به ناموس را یافتی؟ نیافتم پدر. و گزیل چه رفته است؟ دیلا گفت که فردا سحر می آید. هیچ چیز نگفتم. فردا این کار را تمام میکنم. خوب، این کار را به تو میسپارم. بابا ابراهیم یاری دهید، نکشد. بابا ابراهیم تنها شما آنها را داشته میتوانید. زود باشد بابا ابراهیم. دیلا کمزلم رو ده.
حالا همه‌شون جمع شدن. همه‌شون در آنجاین. قرار برآوردن. جمیله رو میکشن. بیعقلی کردی جمیله. یگانه راه همین است. این رو گیر. خوش آمدید بابای. خوش آمدید بابا ابراهیم. خوش باشه. درد شما درد من است. با خون ریختن کار بود نمی شود. چی مسئولیت میدید بابا ابراهیم؟ اول جمیله را از دیها برید، بعد یگان چورش رو میابید، لیکن دختر رو نکشید. ناحقی می شود. شما کردان نشوید بابا ابراهیم. این مسئله ما است. ناموسمون دو پول شد. حل کردنش در گردن ما است. خاموش باش. ناحرمتی نکن. گپت رو دانسته زن. ببخشید بابا ابراهیم. جوانی بیعقل است. اما ما را هم فهمید. دختر ناموس خاندان را داغدار کرد. از روی عرف و عادت جزایش معلوم. بله، رشید جوان است و خطا کرد. جمیله هم دختری جوان است و خطا کرد. بیعقلی کرد. بیا این کار را نکن بده. این یک عادت خطا است. باور کنید خطا است. این ظلم است و در دینمون این جای ندارد. جزای هر یک خطا را تو دادن نمیتوانی بعد. این عادت خطایی که سالهای سال دوام دارد توی دامن ندید. برای گپ مردم شده فرزندت را حیف نکن. در نزد خداوند حسابش وزنین است. برای یگان کس نیست، تنها برای رضایت خدا این کار را نکن. این عادت در تو خاتمه یابد بعد. یک طرفیست پسرم، پیش راهی دکترم نگی کنین تو بیا. آفرین، من همین خیلی با ادبانه راه کرد. خداوند پیش راحت را کشاید پسرم. انشالله. و تو راهی سفید پسرم. لازم نبود. این همه رو من چیکار بخورم؟ میخوری تو آدمی بوبله هستی. زحمت کشیدی. برویم آقای کامیاب. محمد، مهمان را تا نیست راه بردن را فراموش نکنی. تشکر زیاد. این مهمانداریتون رو اصلا فراموش نمیکنم آقای زینال. راحت سفید در امانی خدا باش. سلامت باش. راحت سفید در امان خدا باشی. فراموش نکنه. سردار
چی میلرزی؟ نترس، بسیار آسان است. انگوش را زیر کردی، تمام فهمیدی. چرا گریه میکنی؟ یا اینکه او را نمیکشی؟ با او رحم نکن. او با ما رحم نکرد، شرفمون رو داغدار کرد. اکنون جزایش را میبیند. مادام که جمیله زنده است، در اینجا ما سر ما رو برداشته نمیتوانیم. این را نه دان احمد، تو بچه جسوری. نترس، زیر کن گفتم. درا گریخته است. جمیله گریخته است. پدر! هوشیار باش، از اینجا به یگان جا نرم. اگر ما رو در اینجا یابند چی؟ خواهر نشو. تو رو در اینجا کسی نمییابد. نترس. تو پدرت را راضی کردنی بابا ابراهیم تو در اینجا میمونی. احمد، برادرها را خبر ده، در چایخانه جمع شوند. خوب شد سکر. همه کنجو کناری ده را کابه. فهمیدی؟ از خانه زلال سر کنید. مادر جان، اگر خسته باشید نروید، من خودم میروم. نه دخترم، تو در خانه ایست، من میروم. این کار را حل کردن لازم. از خانه نبرو که به حقدارها باوری نیست. غم بالای غم آمد. رشید سلاح گرفته آمد مادر. دیدم. چه گپ است رشید؟ جمیله گریخته است مادر. چه نشسته مرگش را انتظار میشد؟ همینطور؟ برفین. آنها خواهرانند. البته جمیله را پشتیبانی میکنند. برای جمیله آمده باشی او نیست. اگر به من باور نکنی در آمده بین. باور میکنم مادر. بگذار گفته شما شود. دخترم از خانه نبرو، من زود میآیم. خوب شده. مال خوب بوده. بابا ابراهیم یشر بهایش رو میدوند گفت. تو چیزی گویی قبول میکنی؟ بهایش رو میدونم او بگین در عین زمان امکانی خریدن آن را ندارم. التماس برادر. باور کنید پول ندارم. با بابا ابراهیم سلام رسانید. ملال نشود. میرسانم. چرا ایستاده اید؟ تنی از پس کارتان شوید.
خواست شما شد. نفرختم، نگرفت. هر دو دخترم را میبرد. خداوندا یاری ده، یک دری برای ما باز کن. ببخشید. گوش میکنم. من باید به دهه آبی کلان روم. بعد فکرم را گم زدم. نینی راه گم نزده ای. به این طرف گرد. دهه در آنجاست. بخیر است؟ چی رو می جویی؟ یک برادر دارم. به عیادتش می روم. تشکر زیاد با شما خاله جان. با آن دختری بیناموس در این دهه جای نیست. پیش از جمیله دختر را باید یابیم. جزای آن بیناموس را میدهیم. چرا ایستاده اید؟ با من بیایید. حتما باید جزا میابیم. ما را بدنام کرد. همون را بدنام کرد. آیا با دیها رسیدیم؟ بونگای تیبی در کدام طرف است؟ در این طرف. تشکری زیاد. جزا دادن در کن. برو میابیم. برون برا دختری بیناموس. بیناموس. زنه. برا گفتم. برا. بیناموس. بیناموس. نامرد. شکنه. برا میابیم. برا دختر. برا. میشه. نامرد. برا شکن. Ali di benomus. بیمارخانه را دیدن لازم. بله با آنجا میرویم. اما جرو میکوبیم. باز دستیمو نمیگریزم. یک قسمت آن دیه را کوبید. قسم دیگر تا نقطه تیبی را. رفتیم میابیم. زمان هم فرد توه؟ ما دور یک کس میوید گریزید گرفتیم گریزید بچه ها گریزید این آدم بگونه است نگریزید بچه ها. بچه ها بونگوی تیبی در کجاست؟ در آخری رو بچه گردید. بود و دست نفتید. برا ببرون نامر برا کش حقت کار برا بیناموس داره وقت رو میاده وقته که زمین مشاهده میاده برا ببرون از وقتی من به هیچ جای نمیکنید نمیدانی گستالا طاقت دار زنه تو در همین جایی و برو شما چی زبا نشده تو کارگار نشو یک طرف ایستا چی کار میکنه دکتر همه جا رو تگرو کنه زود باشه شما همه جا رو خوردید
آخرین بیمارخانه است. ایستید. شب‌های خوب بوده است بچه ها. این را دل دور نرفته است. یک باخشه را هم بینیم. ایوا با دست افتادیم بچه ها. گریخته. آها میگریزیم. زودتر. ایستا نبینیم. دیده. ایستا نبینیم. بس کنید. التماس بس کنید. در اینجا چه بخیر؟ از برای خدا بس کنید آخیر. چند بار گفتم به شما من نمیدونم. به کجا رفتنش رو به من گپ نمیزند. تو کیستی؟ وای من دوست دکتر روزن هستم. یعنی برادریان بیناموس هستی ها؟ او در کجاست؟ در کجا بودنش را نمیدونم. من از استانبول میام. دروغ نگو. آرام. اگر برادریان دشمنی بیناموس باشید پس در کجا بودنش را میدانی؟ آپای دیلو زودتر بیاین. پسر امک حامد را پروندن. به کجایش؟ به فکرم به سینه‌اش. خدایا این جنجالتون را ماندو. اول به کودک یاری دهید. شاید به شهر بردن لازم آید. به شهر؟ به شهر بردن ناممکن است. کاری تو چی؟ تو خودت کی هستی؟ من دکتر. اینقدر یک روی نکن بدر. بیا از این کار روی گردان. بازیست بدر. دردی دخترم برفین به من بس است. باز غمی جمیله به من نمی رسید. دخترت را ببخش. وضعیت چه خیل است رشید؟ دکتر نیست پدر. گریخته رفته است. چی؟ یعنی جمیله با او رفته است؟ دکتر را جستجو نمودند تصادفاً پسر حامد را پروندند. واه واه. و کودک یگون چی شده است؟ نمیدانم. خبر ندارم. آقای بدر چشمانت را گشا. اولین خون ریخته شد. باز دوام میدهی. بدر یگانه کسی که خونریزی را بس بکند این توی. دیر نشده است. عقلت را کار فرما. حیات دخترت را نسوزان. علی چی شد پسرم؟ چی شد پسرم؟ پسرم علی چی شد علی چی شد پسرم؟ چی شد پسرم علی؟ کی پران؟ پسرم چشمت را گشا. کی پران؟ در پس کوتاه ها بود. دکتر گفتی؟ این تو؟ من تو را میکشم اگر با پسرم یادگار شود. این دانه میکنم. ایستید. جنجال نکنید. مثل کودکان علی را فکر کن حامد. پسرم بیجا جانم. پسرم خدایا پسرم. ای باز تو که هستی شب از بابای پسرم. دیلو چی خیل است؟ خون رفته استاد است. خون را من کردن لازم. پسرکم نجات میدهیم تو رو. دیلو یگان کار کن. من چکار کردم میتوانم؟ دکتر نیستم. من دکتر. دکتری؟ تو از کجا پیدا شدی؟ این کس دوست دکتر اوزن میباشد. یگان روی مالی تو زده. روی مال. انا رومول شگیر. انا مثل دارید. کودک رو جراحی کردن لازم. در حال به شهر میبریم. تو به شهر رسانیده نمیتوانیم. اگر در حال جراحی نکنیم میمیرد. تیاری بینید. از پا را بیارید. زود بخید. زود. چی نشنیدید؟ اما که حامد جراحی کردن لازم. شهر بسیار دور است. دور هم باشد ما علی را میبریم. شهر خیلی در روز است. از خون زیاد میمیرد. من پسرم را میبرم. من علی هم را میبرم. شنیدی دکتر چی گفت؟ پسرم در را میمیرد. چی نبرم و در همینجا بمیرد. جراحی را من میکنم. با تو چی خیل باور کنم؟ آیا یگان چاره دیگر داری حامد؟
کنی کمک کنید بردارید و بونگاه تیبی بردن لازم. آیسته بردارید زودتر را کشوید. آیسته احتیاط کنید. دکتر اگر با پسرم یگان چیز شود تو را زنده نمیمانم. کمی دیگر نغمه کنید کودک را از دست میدهید. دکتر تو او را نجات دادن میخواهی، اما اگر کودک بمیرد اونها تو را از اینجا زنده بر آمدن نمیتوانند. چیکار کردید مادر جان؟ وضعیت جمیله بد است. گفت رو هم فروخته نتوانستیم. گریه نکن دخترم، دیگر چاره نداره. خیز برای جمیله خوراک تیار کن، آب هم گیر. برفین هوشیار باش کسی نبیند. خوب شده است مادر جان. التماس چیزهای لازمه را تیار کنید. اگر شفای یافتن پسرتان را خواهید لطفاً به بیرون برآیید. آقای دکتر راست میگویند. کنی برآیید همه از اینجا. زودتر. دکتر اگر به پسرم یگان چیز شود فقط همین رو یافته توانستم. آقای دکتر توزه کردید؟ بله. در این خیلی شرایط جراحی ناممکن است. چاره دیگر نداره. آقای دکتر اگر کودک میرد میدانم، من هم میمیرم. نبض گم می شود. این رو گیرید. بیمار را از دست می دهیم. خدایا کمک کن. خدایا مدد کن. خدایا کمک کن. خدایا کمک کن. آقای دکتر بله. در این خیلی شرایط جراحی رو بزیمه نگیرید. روی دیگر نیست. توکل میکنیم.
پینهان نشوید، دفعه رسید. شما را دیدم. چرا از پسم اومدید؟ جمیله در کجاست؟ گمان کردید که شما را به نزد جمیله میبرم؟ پنهان شده از پسم اومدید. شرم نمیدارید؟ جمیله را در کجا پنهان کردی؟ گپ زن. نیست جمیله. برفین ایستا. نرو، جمیله را در کجا پنهان کردی؟ جمیله را پنهان کردند، اما در کجا نفهمیدم. یعنی همراه دکتر نرفته است. زلال او را در کوه پنهان کرده است. حاضر میفهمیم. با خود بیا. با دقت باش. کودکی بیچاره حیف شد. آروم شد. بیچاره کودک. بیچاره رکم بابا جوشی بابا. بیچاره تمام بس کنید و خوب میشود. گریه نکنید. صحت میشود. تشکر دخترم. جمیله را در کجا پنهان کردی زلال؟ تا نبخشید به شما نمیگویم. تو به این کاردار نشو. کاردار نشوم؟ وقتی که زنت بیمار بود به جمیله کشیف داد، رشید را کی کلون کرد؟ زنت سالهای دراز بیمار بود. آیا یک روز کودکانت را گرسنه نگذاشتند؟ هر روز خانه‌ات را تازه نمی کردم. آیا بعد مردن زنت به کودکانت مادری نکردم؟ آن وقت به من کاردار نشو نمیگوید. این خلقت نزن زیلا. اگر جمیله را نبخشید فهمیده گیرید حقم را به شما حلال نمی کنم. اگر برای جمیله شرمنده شده باشید از دیه برآمده روید. جمیله دختری جوان و بیعقل. معلوم که دکتر فریبش داده است، اما با خون از میشستن گناه را نکن بدر. دخترم زلال راست میگوید. اگر بسیار شرم داره دیه را ترک کنید، در یگان جای دیگر برای خود حیات نو سازید. این از درد فرزند وزین‌تر نیست. بدر چه خیلی باشد نباشد او دختری تو است. مامان ده وای چه خیلی ماشین چه زیبا. این رو کی ساخت؟ مادرم ساخته دادم. بچه ها بیا بازی کنی؟ نه من خودم بازی میکنم. چرخوش اینقدر زیبا؟ رفته ایسته و کجا میروه؟ آقای دکتر تپش دل من شد.
حالا هم نبرآمده است. به این آدم باور کردن خطا بود حامد. خدا نکند که این خیلی نگویه دکا، خدا نگاه دارد. شاید علی مرده باشد. از خبر دادن می ترسد. خب زیلال، جمیله رو بیار. فردا سحر دیه را ترک می. ناموسمان چی می شود؟ به جمیله یگان کس زیانی نمی رسوند. به نام خدا قسم یاد کن بدر. به یگان تار موی جمیله آسیبی نمی رسد. به نام خدا قسم می خورم بابا ابراهیم. جمیله نترس. جمیله این مویم. رفتیم دخترم، به خانه می رویم. اونها مرا میکشن. نمیکشن. بابا ابراهیم پدرت رو قسم دادن به یک موی سرت ضرر نمیرسد. بیا دخترم. جمیله چی شد؟ تو رو بخشیدن، باز چی میخواهی؟ شهر میدارم. بدیر بر اومده نمیتوانم. چه خیل به چشم همسایه ها نگاه میکنم. چه خیل نمیتوانم. باید رویم دخترم، ما را انتظارم. آنها تو را بخشیدند. گریه نکن. گریه نکن. دختری بدبختم. پسرم چخیل از دکتر. خطر پسی سر شد. نجوته. تشکر دکتر. حالتش چخیل است. شکر خداوند. کودک زنده میماند. اول کودک را بینیم، بعد با تو گپ میزنیم. مایلش بینید. لیکن بیمار رو از اینجا برید. اینجا شرایط خیلی بد است. آیشا میدونی اصلا جمیله چکر کرده؟ نه همراه بازی میکنه؟ نه دیگه تو رو نمیخواهیم. رفت از اینجا. دیوارا نزدیما نبیو. فهمیدی؟ شنیدید؟ میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. چی؟ ای تو کوری خودت دکن. همه رو شرمنده کرد. ابروی ده همان رو رزوند. چه دختری به حیا بوده است؟ ناموسمان را یک پول کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. ناموسمان را یک پول کردی رزیل. انگوش را دو کردی تمام. میگویند که جمیله با دکتر گریخته است. آهسته احتیاط کنید. یک طرف ایسته. خدا را شکر. خانه میبرید. راه را کشاید. با دقت احتیاط کنید. خاموش! همتان خاموش! تا صحت شدنی علی دکتر در همین جا میماند. همین طور نه دکتر؟
همه را بیدید اینجا. همه خانه به خانه شوید. اولین بار جراحی رو دیدم. باز در یک شرایط خیلی بد. معلوم است که دکتری خوب هستی. تشکر. تو به نزد علی رو. او رو نغزکک خوبون. یگون خواهش دارید؟ شب رو در کجا روز کنم؟ آقای دکتر رو به همون خانه بر. خوب شده است. حاضر چیزهایم رو گرفته آورم. برفین کمی تو به خونه رو. خوب شده است. سلیمه اینجا بیا. دیدی جمیله اومد؟ نه ندیدم. چی اومد است؟ بله اومد. همه رو شرمنده کرد. به حیا با کدوم رو به اینجا برگشته است؟ گوش کن. تو چند ساله هستی؟ 11. صنف چند میخونی؟ در دهه معلم نیست. ایست. یک صبر کن. تو در این دهه چی کار کردی اوزن؟ کیستی با بیرون برو. کیستی با بیرون برو. کیست در اینجا؟ بیا دخترم. نترس. نترس جانتم.
اپا زیلال پایان کن پسرم. مادر جان، مادر. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مطلق پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.